صدها نیروی پلیس ضد شورش آمریکا در ساعات پایانی سه‌شنبه به وقت محلی، بامداد چهارشنبه به وقت تهران به دانشگاه کلمبیای نیویورک که 2 هفته است محل تحصن مسالمت‌آمیز ضد صهیونیستی دانشجویان و البته آغازگر خیزش سراسری ضد صهیونیستی در دانشگاه‌های آمریکاست، یورش بردند. دانشجویان متحصن در دانشگاه کلمبیا از شب قبل بعد از آنکه دانشگاه آنان را از تحصیل تعلیق و محروم کرد و در پی افزایش تهدیدهای پلیس، چادرهایشان را ترک، یک ساختمان دانشگاه را تسخیر و بر فراز آن پرچم فلسطین را نصب کرده بودند. ده‌ها پلیس ضد شورش از پنجره کوچک وارد ساختمان همیلتون شدند و دانشجویان متحصن را دستگیر کردند. بر اساس اعلام رسانه‌های آمریکا در این حمله پلیس ضد شورش به دانشگاه کلمبیای نیویورک بیشتر از 100 دانشجوی متحصن دستگیر شدند. دانشگاه کلمبیا اعلام کرد تا حدود 20 روز دیگر این دانشگاه در تصرف کامل یگانهای پلیس ضد شورش خواهد ماند. علت اینکه من شخصا اینجا و در این تحصن حضور دارم این است که می‌خواهم تمام آنچه را که دانشگاه از پول من در اسرائیل سرمایه گذاری کرده پس گرفته بشه و هر گونه رابطه و همکاری با بورسیه‌های تحصیلی اسرائیل را هم قطع کنند. ما نمی‌خواهیم در قتل عام و نسل‌کشی غزه شریک باشیم. در دانشگاه کارولینای شمالی آمریکا هم دانشجویان معترض به جنایات رژیم صهیونیستی پرچم آمریکا را پایین کشیدند و پرچم فلسطین را جایگزین آن کردند. پلیس ضد شورش به این اقدام دانشجویان واکنش تندی نشان داد و همزمان با پایین کشیدن پرچم فلسطین و برگرداندن پرچم آمریکا اقدام به سرکوب و پراکنده کردن دانشجویان متحصن کرد و دست کم 36 دانشجو را دستگیر کرد. ما با مسئولان دانشگاه خیلی گفتگو و تلاش کردیم تا درک کنند و بفهمند که ما چقدر از نسل‌کشی در غزه ناراحت و آزرده خاطر هستیم و تا توقف آن کوتاه نخواهیم آمد. پلیس ضد شورش در دانشگاه فلوریدای آمریکا با گاز اشک‌آور و باتوم به دانشجویان حاضر در تحصن مسالمت‌آمیز ضد صهیونیستی حمله ور شد. خشونت بیش از حد پلیس در این دانشگاه باعث درگیری میان دانشجویان و پلیس شد. در نتیجه این درگیری‌ها پلیس دست کم 5 دانشجو را دستگیر کرد. ما عقب نشینی نخواهیم کرد و تا زمانی که خواسته های ما برآورده نشود به مبارزه ادامه خواهیم داد. ما می‌خواهیم که همکاری اقتصادی دانشگاه با اسرائیل قطع شود. پلیس با نمایش سرکوب و ارعاب خود می‌تواند ما را سرکوب کنند، اما نمی‌توانند ما را بترساند و متوقف کنند. تحصن مسالمت‌آمیز ضد صهیونیستی دانشجویان در دانشگاه نیومکزیکوی آمریکا هم با خشونت، سرکوب پلیس و دستگیری دست کم 16 دانشجو همراه شد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای از خشونت بیش از حد پلیس آمریکا نسبت به اعتراضات مسالمت‌آمیز دانشجویان این کشور ابراز نگرانی کرد و از دولت آمریکا خواست در مواجهه با اعتراضها از سیاست‌های تبعیض‌آمیز بپرهیزد و به حق آزادی بیان دانشجویان حامی فلسطین احترام بگذارد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.